های تیمولز فرند به چنل من خوش اومدید. صبح بخیر. این وضعیت کسیه که 2 هفته ایران بوده، دیشب رسیده و 2 ساعت خوابیده و داره میره مسافرت درون استانی درون عمانی. داره میره این سفر جالب. تو این سفر از کلی جاده‌های مختلف قرار رد شیم و اومدیم اینجا، رسیدیم نهار خوردیم و حرکت کردیم به سمت مقصد. کلا طبیعت و اتفاقایی که توش افتاده برای من و میدونم برای خیلی از شماها خیلی جالبه که مثلا یه چیزی تنها اون وسط چه اتفاقایی اینجوری شد و اینا همیشه منو به فکر فرو میبره. ما 80 تا ماشین بودیم حدوداً و تقریبا 170 نفر آدم که با یه تور داشتیم میرفتیم سفر. هر کسی با ماشین فورویل خودش اومده بود و هر کسی هم باید تجهیزات خودش رو داشت، مثل چادر و دوشک و رخت خواب و چیزای این شکلی، غیر از خورد و خوراک. اینجا هم کویری که خورده به دریا رو میبینید. تاریخی که ما اومدیم سفر فولمون بود و انرژی و نور شدید ما هم میشد دید هم میشد حس کرد. یه سری هم خانوادگی اومدن و به بچه‌هاشون هم حسابی خوش گذشت. اون سفره بود که میشد بچه‌ها باشن. سلف سرویس بود غذا، ناهار و شام و اینا. یک گروه آشپزخونه اومده بودن، این هم شام منه که همش برامون این چیزا رو فراهم می‌کردن. عمانی‌ها و کلا عربا حسابی آفرود بازن و اهل کویر و ماشین باز و اینا و ماشینای جالبی داشتن. این لند کروز هم که دم به دقیقه توی شن گیر می‌کرد، اصلا مناسب نبود برای این سفر و جیپ ها میکشیدنش بیرون. این جیپی که میبینین خیلی خفن بود، حالا توشو بعدا نشون میدم. اینم فردا صبح بخیر. دگاید عمان هم اسم گروهی بود که ما رو برده بودن سفر که رو بعضی از ماشینا لوگوشو داریم میبینیم. صبح روز بعد لیدر گروه همه رو جمع کرد، یه سری توضیحات داد از اینکه کجا میخوایم بریم، مسیرمون چجوریه، همه حتما توی یه خط بیاین، آشغال نریزید، چه میدونم چیزای ایمنی رو حتما رعایت کنین، جون بچه‌ها از هر چیزی برای من مهمتره، حرکات نمایشی به اون صورت انجام ندید لطفا. از این صحبت‌ها حرکت کردیم. یه مسئله جا مونده. Thank you. We are off-road, so please make sure that you drive in 4H, not 4 low, 4H. Okay? And we already deflated our tires up to 20 psi. 20. Okay? So make sure that you have these two. Do not put in 4 low, please. No 4 low, huh? Okay? 4H today, all right? از یه جایی به بعد ماجرا رو من دیگه با ماشین تور لیدر اصلی اومدم، همون آقایی که الان داشت توضیح میداد و این جیپ زرد داره، به خاطر اینکه خیلی بهتر از بقیه برام همه چی رو توضیح میداد و کلا تو ماشینش هم که برام خیلی جالب بود. خیلی دوست داشتم اینجا ویدیو براتون آهنگ ای پرنده مهاجر رو بذارم، ولی خب کپی رایت میخوره دیگه. همینجوری پرنده‌های مهاجر رو ببینید. اي واحد روح شيل هذه بالا. اسم اینجا خلوفه، اینجا هم که کهفه. آقا بیبریم این تو ببینیم چه خبره. وای چه کار ترسناکی دارم میکنه. شما ویورره. بچه همونم دارن میان همشون. پایین اینم غار بود، خیلی باحال بود. اون برش رفتم، از اون برش اومدم بیرون. آقا والا جاتون خالی، بلا جاتون خالی. چه ویوی، چه منظره. بعد از اینجا که نگاه میکنم مثل اینکه جدی زیادی ما. خیلی باحاله. این یه مقصد دوممونه که روز دوممونه. حالا فردا داریم، نه امروز میریم یه جا دیگه، شب یه جا دیگه میخوابیم. و اونایی که عمانن یا قصد سفر به عمان دارن حتما فکر کنم بعد این تور رو بیان. تا اینجاش که نصفش اومدیم و من خیلی خوش گذشته. تازه میگم هنوز نرسیدیم اونجا اصلیه که قراره بریم. این چیه؟ کاردستیه؟ انگار نه، انگار ما مهاجرت کردیم خارج. اینم یه مسیر باریک و کوچولو سخت بود که من وایساده بودم اینجا به تور لیدرمون کمک میکردم و به ماشینمون گفتم بیا بگیر این ور بگیر اون ور.
هر کدوم از ماشینا قباحت و شکل و شمایل خاص خودشون رو داشتن. شما اینجا فورد رو ببین. اینجا هم یه فورد دیگر رو مشاهده میکنیم که میبینیم مسیرش واقعا باریکه و ماشین واقعا باید مجهز و قوی باشه که بتونه رد کنه این مسیرهای صعب العبور رو. یکی از ماشینای مورد علاقه من اومد، چه به لحاظ رنگ چه به لحاظ مدل. خیلی خفنه. هرچی از قشنگی‌های اینجا بگم کم گفتم، مگه میشه؟ الان ولی موهای من همه قشنگی‌ها رو بهتره همون ولی وایسم دور رو چرخونم. بریم مقصد وقتی. اما تو لیدرمو میرم جلو، میریم هر پشت سرمو میان. Let's go. Where we want to go now? We continue. Where? We're going to film for lunch. بله، مثل اینکه داریم میریم فیلم ناهار بخوریم. هر قسمت سفر قشنگی‌ها و هیجان خودشو داشت و من توی سفرها همیشه خیلی شاکر میشم. میگم خدا شکرت که من تونستم این صحنه رو ببینم، خدا شکرت که من جاده این شکلی رو دارم میبینم. اصلا واقعا ندیده بودم جاده این شکلی، این رنگی. هر جایی که میرفتیم واقعا یه رنگ و یه شکل متفاوت بود. اینجا همه بعد توی خط میرفتیم چون ممکن بود که خطرناک باشه. اگه یکی از خط خارجه ممکن بود اصلا زیر ماشین شوخالیشو بره پایین، احتمالش وجود داشت. اینجا هم که باز خیلی قشنگه و منی که مجدد همش دارم فکر میکنم که خب این پدیده طی چه اتفاقی رخ داده، چی شده که اینا این شکلی شدن و کی به ذهنش رسیده این مسیر رو پیدا کنه بیاد راهش رو هموار کنه. و برام خیلی جالبه همیشه. البته که میدونم تو کشور خودمونم کلی جاهای این شکلی و جاهای قشنگ و دیدنی و اینا داریم. شما هر کدومو که رفتین تجربه کردین برام بنویسین که هم بقیه آدمایی که میان میخونن و دوست دارن تو ایران برن ببینن، همین که منم یاد بگیرم اگه یه موقع اومدم. اینجا هم که اومدیم برای ناهار روز دوم که برامون تدارک دیدن، زحمت کشیدن، دستشون درد نکنه. من که عاشق غذا عربی ام، یعنی از موقعی که اومدم که بیشتر. کلا من هر جا میرم خیلی سریع اخت میگیرم و شکل آدمای اونجا میشم. و الان مثلا یه وقتی خودم تنها هم هستم میخوام برام یه غذا بخورم، میرم غذا عمانی میخورم. اینم از ناهار امروز من. جای شما خالی. ناهار خوشمزه‌مون رو خوردیم و میوه و یک کوچولو استراحت کردیم. از فیلم حرکت کردیم به سمت مقصد بعدی. اینقدر این ماشین تمیز بود اولش که راه افتادیم، چی واسه دست دادن نداره دیگه. انقدر از توی آب و شن و جای عجیب غریب رد شدیم که شما تجهیزات این ماشین رو ببین. من به بعضی از دوستای آفرود بازم که نشون دادم میگفتن ما اصلا نمیدونیم بعضی از اینا چیه و یه مپ خیلی حرفه‌ای هم داشت. No, people stuck in the back, so I'm waiting. بالاخره رسیدیم اونجایی که باید میرسیدیم. به به چقدر قشنگه. بعضیا دارن اون طرف ماهیگیری میکنن، یه سری‌ها چادر زدن، 2 تا ساحل جداگونه داره. اون طرف یه حالت جزیره داره و خیلی جالبه. از اون طرف دیدم که یه ماشینی داشت از روی آب میرفت اون ور، انگار که یه مسیری بود میدونستن که اونجا ماشین نمیره زیر آب. اینا هم که قایق انداخته بودن تو آب و داشتن حسابی کیف میکردن. این دیگه چه غروبیه که ماشین تو دریا رد میشه.
بچه‌ها نهنگ. آخه به نظرتون خودکشی کرده یا اینکه مرده آب آوردش تو ساحل؟ ای بابا دلم گرفت. اینم 2 تا کانکسا که تعبیه کردن برای دستشویی خانوما و بچه‌ها. گفتن آقایونم هر کاری صلاح میدونن برن بکنن. موبایلم شارژ نداشت که برم از صابونه فیلم بگیرم. صابونه بود دیگه، تخم مرغ و نون و پنیر و قهوه و فلان و بیسارا اینا. ولی قبل از اینکه بیایم من همش داشتم فیلم کردم که چرا دارن مثلا 45 ریال پول میگیرن، 45 ریال پول توره و اینکه بعد خودت ماشین فور ویل داشته باشی و اینا. دیدم نه بابا خدمات دارن بیچاره‌ها، کلی هم خدمات مثلا مثل همین دستشویی آوردن اینو خالی کردن پر کردن اینا دارن، هم غذا درست کن و از این حرفا. و اصلا نمیشه تنهایی اومد، انقدر مسیرش عجیب غریب بود و طولانی بود که حتما باید لیدر داشته باشی با تجهیزات، و بخاطر اینکه یه جایی از مسیرم اینترنت نداره و دیگه اینکه بلده. تو این مایه ها سلف سرویس بود دیگه همیشه. خلاصه که اومدم بگیرم ویدیو و ما داریم کم کم میریم از اینجا. نهایت سری حرکت کردم، همه آشغالا رو هم جمع کردن، خیلی هم با ادبن. منم که با این یلو کار معروف میام، خیلی باحاله. اینا ماشین بچهای آشپزخونه است. خیلی چیز میز آماده میکردن خدایی تمام این مدت. اینجا هم دیگه باید براتون آهنگ وقتشه رفتن وقتشه بذاشتم که باز کپی رایت میخوره، پس مجبوریم با صدای بعد خودم تحمل کنید و از مسیرهای جدید قشنگ رد شیم. برگردیم بریم سمت کجا؟ ساحل سور. البته یه ناهار بخوریم قبلشو، بعدش بریم یه ساحل دیگه و بعدش هم برگردیم سمت خونه هامون. آهنگ یکی یکی میریم خونه هامون رو بخونم یا خودتون میتونید تصور کنید؟ ترجیح میدید نخونم؟ یکی یکی میریم خونه هامون، میریم پی زندگی هامون. بازم داریم از این مسیری برمیگردیم که هیچی به هیچی معلوم نیست و اگه لیدر نداشته باشین 100 گم میشین. یه ضرب المثل قدیمی هست که میگه جوانی را جوانها به هدر میدهن. میخوام بهتون یه سری چیز بگم که اینو پیرها گفتن شاید ما بتونیم بهتر جوانی کنیم. چرا وقتی میتونستم سفر کنم نکردم؟ چرا وقتم رو به خاطر رابطه‌ای تموم شده تلف کردم؟ چرا برای دیدن خوانندگان مورد علاقم به کنسرت نرفتم؟ چرا از انجام خیلی از کارها ترسیدم؟ چرا خودم رو گرفتار سنت ها کردم؟ چرا از کاری که دوست نداشتم استعفا ندادم؟ چرا باور نکردم زیبا هستم؟ چرا از گفتن دوستت دارم ترسیدم؟ چرا به راهنمایی‌های والدینم گوش ندادم؟ چرا تا این حد نظر دیگران برام مهم بود؟ چرا وقتم رو صرف یادآوری خاطرات بد کردم و زمانم رو از دست دادم؟ ای کاش افسوس نمی‌خوردم. چرا کسانی رو که دوست داشتم رنجوندم؟ چرا از خودم دفاع نکردم؟ چرا برای انجام بعضی از کارها داوطلب نشدم؟ چرا بیشتر مراقب دندونهام نبودم؟ چرا از زمان حال لذت نبردم؟ چرا تلاش نکردم چیزی رو که شروع کردم به پایان برسونم؟ چرا گرفتار کلیشه های فرهنگی شدم؟ چرا دوستی هایم را ادامه ندادم؟ چرا انسان ریسک پذیری نبودم؟ چرا برای افزایش دانش و ارتباطاتم تلاش نکردم؟ چرا تا این حد فرد نگرانی بودم؟ چرا سر هر چیزی زود عصبانی شدم؟ چرا به اندازه کافی با افرادی که دوستشان داشتم وقت نگذروندم؟ چرا برای یک بار هم که شده پشت میکروفون یا جلوی دوربین نرفتم تا در مقابل جمع صحبت؟ رسیدیم به ساحل سور. بله همونطور که مشاهده میکنیم بنده کاملا سوختم. به قول اون دوستمون ضد آب نزدم چون، ولی توجهتون رو جلب میکنم به این منظره زیبا. حالا یه ویدیوی بدون خودم الان میذارم. مرسی که با من همسفر شدید و این ویدیو رو تماشا کردین. امیدوارم لذت برده باشین. برام نظراتتون رو بنویسین. حتما سابسکرایب کنین، کانالمون زنگوله رو روشن کنین. دوستتونم که میدونین دارم تا ویدیوهای بعدی و سفرهای بعدی. فعلا پرنده سایبون کاشکی باشم، پرنده آب و دون کاشکی باشم.